دستاتون رو تو هوا بچرخونید، بذارید ذره های آرد سفید اطرافتون پرواز کنه. خمیر رو حسابی ورز میدیم. نمکش رو اندازه کنید. غذایای ایرانی، پادکستی درباره غذا، زنان و آشپزی، مردان و آشپزی. غذایای ایرانی. به روز 4 چو بنهاد خان، خورش ساخت از پشت گاو جوان. بدو اندرون زعفران و گلاب، همان سال خورد می و مشکناب. غذایای ایرانی. راستشو بخواید چیزی که دنبالش میگشتم یه جور شروع بود. مثل وقتی که از یه نفر خوشتون میاد، میخواید که سر حرفو باش باز بکنید. چی بگم که خوشش بیاد، چه جوری بگم که قشنگ باشه، که اونم بعدش چیزی بگه و بشه گفتگو رو کش داد. میدونید تنها جایی که کش دادن کلام به نظر من نه تنها جایز بلکه ضروریه، یه چنین جاییه. جایی که میخوای سر حرفو با محبوبت باز کنی. مثلا میگی به به چه نم بارون خوبی زده امروز، و جوابی که آرزوشو داری بشنوی یه بله یا خیر یا یه دونه سر تکون دادن از سر تایید نیست. یه سری جزئیات کشدار و طولانی و آهسته و ادامه داره. منم داشتم فکر میکردم که چطوری سر حرفو با شما باز کنم که یکم سر ذوقتون بیارم، چون موضوعی که میخوام راجبش باتون صحبت کنم یکم سر ذوق اومدن لازم داره. در واقع سراسر ذوقه، آشپزی و صلح. پیاز نقطه شروع هر خورش ایرانیه. این پیاز لایه لایه، اسرارآمیز و پنهان روش. یکی از چیزایی که مردم در مصر باستان میپرستیدن، باورتون بشه یا نه، پیاز بود. حتی در مقبره رامسس 4 از فرعونهای مصر پیاز پیدا شده. در اروپای قرون وسطا مردم گاهی اجاره خونه‌شون رو با پیاز میپرداختن، یا چند تا دونه پیاز به عنوان هدیه عروسی میدادن. چیزی که حدود 90% آبه. اما آشپزی سرنوشتشو به کلی تغییر داده. پیاز مزه تمام پختنی هاست و آن چیزی است که در همه خورش ها چون جان است در تن، که تن بی جان چون سنگ و چوب است. من فهیمه خضرهیدری هستم، روزنامه‌نگار، نویسنده و تهیه کننده اولین و تنها پادکست تخصصی به زبان فارسی درباره غذای ایرانی. از اونجایی که پیاز نقطه شروع هر قصه‌ای در آشپزخونه ایرانیه، من هم با پیاز قصه غذا و صلح اینجا شروع میکنم. انسان خردمندی که ما باشیم در طول تاریخش روی کره زمین با خیلی چیزا تعریف شده. با توان سخن گفتن، با شک میکنم، فکر میکنم، پس هستم، حتی شوخی شوخی با اشرف مخلوقات.
اما امروز و اینجا من به اینا کاری ندارم. من میخوام از انسانی حرف بزنم که نیاز داشت چیزی برای خوردن داشته باشه. انسان شکارچی، انسان خوراکجو، انسانی که آتش رو مهار کرد و انسانی که غذا پخت. پختن غذا یک بار برای همیشه ما رو از همه موجودات دیگر در جهان متمایز کرد. ما شدیم نژاد آشپز، تنها موجودی روی کره زمین که غذا میپزه. کتاب انسان خردمند نوشته نوح هراری رو خوندید؟ اونجایی که درباره نژاد آشپز حرف میزنه. در حالی که شامپانزه ها روزی 5 ساعت صرف جویدن غذای خام می کردند، خوردن غذای پخته فقط 1 ساعت وقت انسان ها رو می گرفت. غذا پختن همه چیز رو در ما عوض کرد. آشپزی بود که ما رو خردمند کرد. روده هامون کوتاه‌تر شد، پس انرژی کمتری برای هضم غذا مصرف کردیم و راه باز شد برای بزرگتر شدن مغزمون تا بتونیم از مغزمون بیشتر استفاده کنیم. آشپزی به ما کمک کرد از توحش فاصله بگیریم و تمدن بنا کنیم. وقتی که جادوی آتش سر بر می کشید، زن به یک جادوگر بدل می شد و با حرکت ساده دستان خود تخم مرغ را هم می زد، خمیر را درست می کرد و با جادوی آتش به استحاله مواد خام و طبیعی می پرداخت و آنها را به غذا بدل می کرد. کشف آتش، درست کردن اجاق و پختن غذا به جای خام به دندون کشیدنش ما را متمدن کرد. ما شدیم تنها موجودی روی کره زمین که غذا براش فقط غذا نیست. غذا فرهنگ، تمدن، دور هم جمع شدن، دلداری، زیبایی، هنر و فلسفه و تئاتر و حتی شعر. غذا پختن، غذا دادن، غذا بودن، غذا صلح در کشاکش این جهان تاریک پر از جنگ. غیر از اینه که حتی وسط کشمکش‌های سیاسی دو طرف متخاصم توی ساعت استراحت دور یه میز غذا جمع میشن و به دشمنشون غذا تعارف میکنن. کجا قشنگتر از دور میز غذا برای آتش بس؟ اصلا بیایید از ایده های عظیمی مثل صلح جهانی چشم بپوشیم. بیایید برگردیم به خونه های خودمون. تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. میز غذا چراغ‌های رابطه رو روشن میکنه. ما در این روشنایی محدود میشینیم و از زندگی بهترین چیزهاشو با هم شریک میشیم. میز غذا امکان تفاهم ایجاد میکنه. اصلا شکل میز غذا، شکل سفره، شکل تفاهمه. موقع غذا خوردن همه رو به هم می نشینیم، همه دور هم می نشینیم و در پرتو نگاه دیگریه که چیزی می خوریم و چیزی می نشینیم. اگه آشپزی ما رو به انسان خردمند بدل کرد، شاید بشه گفت که میز غذا از ما انسان اخلاقی ساخت. چرا که اخلاق چیزی نیست جز نگاه دیگری. اصلا کل کانسپت مهمونی یعنی توجه به دیگری. میز غذا یعنی گفتگو. با من خیال کنید لطفاً. ما اینجا نشستیم دور این میز غذا توی پیراهن هامون، همینطور که خورشید زعفرونی سفره ایرانی یعنی تهدیگ وسط این میز میدرخشه. آدمایی که دوستشون داریم دور میز جمع شدن، دارن غذا میخورن. دیسهای غذا دست به دست میشه. یکی اون طرف میز نمک میخواد، یکی این سر میز پیاله سوپ اون یکی رو پر میکنه. همه راجع به غذا نظر میدیم، خوبه، بده، میخندیم، مینوشیم، تعارف میکنیم. چند نفری هم شاید اون گوشه دم گرفته باشن به آوازی جمعی.
جمع میشیم و با هم دیگه ساز میزنیم، شاد و خندون زیر آواز میزنیم. من میخوام تار بزنم تو داری تنبک میزنی، یکی داره دست میزنه و یکی داره دست میزنه، یکی سنتور میزنه و اون یکی شیگور میزنه، یکی داره پا میکوبه و یکی داره سوت میزنه. دور هم جمع میشیم و با هم کجا صلح‌آمیزتر از دور این میز؟ چه چیزی امیدوار کننده تر از انسان‌هایی که غذایی رو با هم شریک میشن؟ مولوی میگه شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی. و من گمان میکنم که صلح میتونه شبیه یه همچین چیزی باشه، شبیه یه لیوان شربت خنک، شبنم گرفته و دعوت کننده که توی سینی میذاریش و در آتش ظهر سوزان تابستان به رهگذری غریبه تعارفش میکنی. غذا به یه شیوه دیگه هم ما رو به صلح میپیونده، با به خاطر آوردن، با به یاد آوردن. میدونید بشقاب غذا چیزیه علیه فراموشی. گاهی فقط یه جرعه چای و یه تکه کلوچه کافیه تا ما رو بیدرنگ و بیواسطه برگردونه به گذشته دور. مثل مارسل پروست در آغاز رمان عظیم در جستجوی زمان از دست رفته. پروست در آغاز رمان در جستجوی زمان از دست رفته با یه جرعه چای و کلوچه ناگهان چیزی شگرف در خودش احساس میکنه. اون چیز شگرف، فرار، فانی و از دست رفتنی، اسمش یاده. برای پروست یاد کودکی‌هاش در خونه عمه لئونی تازه میشه. برای شما چی؟ چون اون چیزی که بعد از این صحنه درخشان از رمان در جستجوی زمان از دست رفته در جهان ادبیات معروف شد به پروستین مومنت یا لحظه پروستی، من مطمئنم که بارها و بارها برای هر کدوم از شما هم رخ داده و تجربهش کردید. چیزی به کوچکی یک طعم یا یک بو چه ها که نمی کنه. جرعه‌ای از فنجانی می نوشی و ناگهان یاد مثل کوسه‌ای به سمتت بر می گرده. هر جا که بویی بیاد و بره، هر جا که طعمی رو بشه چشید، گذشته‌ای، تاریخی، آدم‌هایی، رفتگانی، جاماندگانی، جداماندگانی در جا احضار میشن. گویی که صداشون میکنیم و در این صدا کردن به شیوه شعر علیرضا روشن جملاتی پنهانه. در صدا کردن نام تو یک کجایی پنهان است، یک کاش می بودی، یک کاش باشی، یک کاش نمی رفتی، یک کاش نمی رفتم. ما با به خاطر آوردنه که بنای عظیم خاطره رو می سازیم. یکی هم میره زیر سقفش میسته، میزنه زیر آواز که یادش آهوی جنگل دور. این صدا صدای نساست، طراح گل و گیاهه و برای او عطر شمعدونیه که او رو میبره به سالهای دور زندگیش. یکی از قشنگترین خاطره های من از خونه مامان بزرگم که ما توی آذری صداش میکردیم انه، این بود که وقتی زمان دم کردن چای بعد از ظهر و بعد از نهار میرسید، من مأموریت داشتم که برم از گلدون شمعدونی عطری پشت پنجره اتاق کوچیکه یه برگ بچینم و بیارم و با هم اینو بندازیمش توی قوری. به خاطر همون خاطره من الان سال هاست که توی خونم شمعدونی
خوشبوانه عطری دارم. بعضی هم بهش میگن عطر چای و این برگ ها رو میچینم موقعی که دارم چای دم میکنم به خاطر تکرار دوباره و دوباره طعم اون چای و لذت وصف ناشدنی اون لحظه ها. یه گلبرگ شمدونی معطر شناور روی فنجون چای و یادار ز شمع مرده یادار. اگه قرار باشه بتونیم به رنجهای بشر پایان بدیم، لازمه که به یاد آوردن رو تمرین کنیم. لازمه از خاطر نبریم. لازمه که علیه فراموشی زندگی کنیم. ترکن از این میدانی که یاد یاران خوش است. حالا بماند که خود آیین شگفت‌انگیز چای چه درس‌ها که برای صلح نداره. چای نوشیدنی درنگ و تأمله. برای چیزی که باید دم بکشه عجله سمه. و این صدای اله است، پژوهشگر خوراک که از قلب آفتاب بوسیده یزد با شما صحبت میکنه. همه این رسوم مخصوصا این ریزه‌کاری یا من فکر میکنم برمیگرده به صبر مردم کویر. یعنی صبری که دارن مثلا در اینکه قنات ها را بزنن، برن دنبال آب را از دل زمین بیارن روی سطح زمین. این نمونه صبرشونه. یکی از چیزایی که من خیلی برام جالبه اینه که الان ما یکی کلیدان بزنیم و چای سازا روشن میکنیم، در عرض چند دقیقه آب جوش میاد و چای را دم میکنیم. ولی اون موقع با صبر زیاد اون زغالا گل میکردن، میریختن وسط سماور زغالی، بعد حدود 20 دقیقه نیم ساعت صبر میکردن، کم کم آب جوش میومد. میدونید این هم این اشتیاق طرف را برای خوردن این چای بیشتر میکرد و بیشتر میچسبید بهش. همین که یه جوری تمرین صبر بود براش که صبر کنه تا کم کم این آب جوش بیاد و چای یادم کنه. یه فنجون چای هر کدوم از ما رو به دورترین جایی که میبره کجاست؟ صلح همونجاست. نجف دریابندری که یادش همواره به زیبایی در این کتاب مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز با همکاری فهیم راستکار درباره ویژگی صلح‌آمیز فنجان چای صحبت کرده. صرف نوشیدنی برای انسان لحظه دلپذیری است. به همین دلیل ما بسیاری از موقعیت‌های زندگی را از دیدارهای دوستانه گرفته تا مذاکرات خصمانه به صورت فرصت‌هایی برای نوشیدن چای و قهوه و شربت و مانند اینها در می‌آوریم. چای نوشیدنی انتظارم هست. همونطور که خود غذا. دیدید وقتی غذاها همه آماده است، رو میزی کتون رو پهن می‌کنیم روی میز، جای درست همه چیز رو انتخاب و امتحان می‌کنیم و منتظر مهمونا میشینیم که از راه برسن. یک چنین شکلی از انتظار منظورمه. چای یه حس برگشتن به خونم توی خودش داره و خب یکی از قشنگترین امتیازاتی که میشه در این زندگی داشت همینه، اینکه کسی رو داشته باشی که زنگ بزنی بگی که چای رو دم کن دارم میام. حالا من نمیتونم به ایران برگردم مثل گمانم همه شما. جرمم با شماها البته فرق داره، جرمم روزنامه نگاریه. ولی خیال که میتونم بکنم. گوشی رو برمیدارم، زنگ میزنم به مامانم در تهران. سلام عزیزم، چطوری دخترم؟ همه چی رو به راست؟ دختر عزیزم، این ترانه شعرش بسیار زیباست و گویای درد دل کسیه که منتظر یه شخص غایبیه، یه شخصی که قرار از راه برسه
و این داره یه تدارکاتی برای این شخص میبینه. یه عزیزی، یه دختری دم در رو آب و جارو میکنه. قدیما جلوی درها خاکی بود دیگه، یا آجر از این خاکا بود که آجر مثل آجر نما بود. اینا رو آب که میدادن یک بوی عطر قشنگی از این خاک بلند میشد و این با این آب پاچی که داشت تمام اون محوطه خودشو اول آب فشانی میکرد که گرد و خاک نشه، بعد یه جاروی قشنگ دستی بود اینو جارو میکرد، این که کسی که داره میاد گرد و خاک نباشه که ناراحت شه. و یک سماور زیبای زغالی سماور رو آتش میکنم، در حال جوشیدن. بعد استکانهای کمرباری که زیبا رو میچینه تو سینی های بسیار قشنگ کوچولویی که خونه همه بزرگترهای ما بود و الان خونه خود شما هم هست و همینطور داریم، هممون داریم یکی دوتا رو. استکان کمرباری نلبکی رنگی یا دور تا دورش انگشت آبی بود یا قرمز بود. به به، توی اون یه چای قشنگ میریزم، توی قندونم قند میریزم، آماده میکنم و منتظر عزیزم میشم. میپرسم مامان اگه کی قرار باشه بیاد اینطوری که رشید بهبودوف میخونه همه جا رو آب و جارو میکنیم؟ میگه اینم پرسیدن داره. شبو که تا صبح نمیخوابم، بعد فکر میکنم که خب این در ساعت فلان در روز فلان وارد فرودگاه میشه. میگم نه نمیتونم من فرودگاه برم، واقعا نمیام. یعنی اگه واقعیت هم باشه که بخوای بیای، من فرودگاه نمیام، شهامت و جرأتشو ندارم بیام. میگم حتما قلبم از کار میفته، اون چمدونشو ببینم، خودشو ببینم. و یه چیزی که فقط در فهیمه داشتم، تق تق تق، صدای پاشنه کفشش. نه نمیرم، منتظر میشم اون صدای پاشنه کفش از لابی ساختمون صداش میومد تا بالای پنجره. هر پنجشنبه اون صداه بیاد، تق تق. گفتم بچه فهیمه اومد. و بعد میزنه زیر آواز، چون تنها انسانه که آستینش از اشک تره و تنها انسانه که گاهی به جای گریستن آواز میخونه. چوتلر سوسب میشم، چوتلر سوسب میشم، یار جلنده تو ظلماسن، یار جلنده تو ظلماسن. دانی چه بود آدم خاکی خیام، فانوس خیالی و چراغی در وی. چقدر خیالات ما آدما قشنگه. در رو باز میکنیم، میریم توی دنیای خیال. حتی در آشپزخونه خیالمون برای عزیز غایب غذا هم میپزیم. غذا پختن یعنی خیال ورزی، یعنی ساختن چیزی که نیست با چیزایی که هستن. آشپزی میتونه خیال ورزی رو در ما تقویت کنه و ما به تخیل نیاز داریم. برای صلح بیش از نشست‌های سازمان ملل متحد ما به تخیل نیاز داریم. تخیل فردای بهتر آخرین چیزیه که یه جامعه باید از دست بده. غذا حمایته، غذا مراقبته، غذا ساختن شهر موازیه، به رغم بیداد، به رغم جنگ و به رغم ستم. به این خاطره عرفان ثابتی از روزهای پرهراسی که در دانشگاه درخشان زیرزمینی شما بهاییان ایران درس میخوند گوش کنید. برمیگردم به یکی از اون شبهای بهمن که من داشتم امتحان پایان ترم رو میدادم. امتحان معمولا در خانه
یک ممتحن برگزار میشد. من هیچ یادم نمیره که در یک شب سرد زمستانی در اواخر بهمن ماه حدود 30 سال قبل بنده باید یک امتحان رو در منزل یک آقایی که ممتحن بود برگزار میکردم. مادر بزرگ اون خانواده که یک خانمی بود در دهه 8 یا 9 عمر خودشون، بسیار سال خورده بود، بسیار با محبت، به محض اینکه فهمید من اون ساعت شب قرار دومی یا سومین امتحان روز خودمو بدم بسیار نگران شد. ایشون خودشون اومدن ابتدا مقداری متنابهی قطاب و باقلوا به بنده دادن تا در اون فرصت غذایی رو تهیه بکنند اهالی اون خانواده، اعضای اون خانواده، تا من بدون صرف غذا و شام امتحان ندم تا مبادا امتحانم خراب بشه. حالا اون برمیگردم به اون حرف بودریار که میگه غذا خوردن در کنار دیگران انگار مرده رو زنده میکنه. این برای من همین حکم داشت. خاطره اون شب چرا گره خورده به عاطفه؟ چون گره خورده به محبت یک خانم سال خورده که نه چندان سالی پس از اون از میان ما رفتن ایشون، اما اینقدر محبت داشتن که خاطره اون محبتشون در ذهن من میگم با گره خورده، یک گره خوردگی عاطفه و خیال هست که همون که نقش فی الحجر هست. 30 ساله که این خاطره با عرفان ثابتی مونده، مثل نقشی که بر سنگی. بی خود نیست که جوزف کنراد میگه که تنها یک نوع کتاب بر خوشبختی جهان افزوده و آن هم کتاب آشپزی است. شاید واقعاً اون چیزی که رسپی سعادت و صلح در این جهان کم داره، یک کمی دقیق تر شدن در زندگی روزمره و همه جزئیات و شگفتی هایی که در اون هست. در نهایت باید سیاستمداران رو دعوت کنیم به کارگاه های آشپزی، به تجربه گفتگو از خلال بشقاب های غذا. در پایان این پرفورمنس رو تقدیم میکنم به همه ایرانیان مهاجر، ایرانیای مهاجر که هر جای دنیا که رفتن سرزمینشون رو در بشقاب غذای ایرانی گذاشتن و با خودشون بردن. ایرانیای مهاجر، به هر دلیل مهاجر، که با بردن رسپی قرمه سبزی و کشک و بادمجون، با پختن غذای ایرانی، ایران و همه جا با خودشون بردن. ایرانیای مهاجر که سعی کردن دوباره خونه بسازن، دوباره آشپزخونه‌ای بنا کنن و در گرمای اجاقش جایی در این جهان بزرگ پناه بگیرن. ایرانیای مهاجر که اقیانوس و کوهستان دورتر از سرزمین مادریشون ممکنه تو خیلی چیزا با هم نظر نباشن، اما تک تکشون یه مادر یا مادر بزرگ دارن که بهترین قرمه سبزی جهانو اونه که میپزه. و در نهایت این آرزوی بزرگ همه ما از زبان فریبا بلوچ، زنی از سیستان و بلوچستان. یکی از آرزوهایی که الان دارم اینه که یه روزی بعد از آزادی وطن ما هممون مهمون خونه های همدیگه باشیم، بریم شهرهای همدیگه، شما بیاین بلوچستان، من میزبانتون تو بلوچستان با غذاهای بلوچی باشم، یه دوستی از رشت میزبان من توی رشت باشه با غذاهای رشتی، یکی از قزوین، یکی از اصفهان، تهران، بندرعباس، کردستان، اهواز و همه جای ایران، شیراز. این آرزوی منه که یه روزی برگردم ایران و سفر کنم به همه شهرهای ایران و مزه بهشتی غذاهای همه شهرهای ایران رو بچشم. اون روز اشکی که موقع خوردن غذاها میریزیم مطمئناً اشک شوقه و به هم نگاه میکنیم، هممونو میگیم دیدی شد، دیدی بالاخره شد، دیدی هممون یکی شدیم. و من آن روز را انتظار میکشم، حتی روزی که دیگر نباشم، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنم شاید. مرسی.